کابوتی‌ها ما از خونه خودمون گرم خونه داریم. زمستان هم باشه کلیونکا پوشندگی ای همون تپلیس‌های خودمون میکنیم. همین سال همش محصولات خودمون. واقعا بازار فراوان باخترشهر در ایامی که آغاز تنوکی‌های سال نسبتش می‌دهند مال و مال انواع به‌حساب استعمالی و عضوخواری است. در پایان باشد این نقطه چنین درج گردید. اگر سال 1992 حجم استحصال محصولات مجموعاً 11 میلیارد را تشکیل میداد، در سال 2021 این رقم 40 میلیارد را عبور نمود که اساس اصلاحات و صاحب زمین گشتن دهقانان است. چنانچه از فراوانی مال و کالا و انواع از لحاظ اکولوژی تازه وطنی در جمعیت دارای مسئولیتش محدود فراوان خلاصه می شود، دهقانان اگر من بعد با همین منوال قطعه‌های در اختیار و استفاده سازند به مبالغه صاحب بازار خواهند شد. از یک تخم 6-7 جمعیت‌های پرنده پرور محصولات پیشنهاد می‌کنند که در همین شب و روز قیمت نه آنقدر بلند دارد. خوجان داریم، فیض‌آباد داریم، پرسان سربند خمون داریم. بعد نرخشون هم با قیمت هم نیست. امتیاز به خوجاگی‌های موی پرور نتیجه خوب به بار آورد. همه روزه به بازار یک چند نمود آن وارد می شود که همگی غذای وطنی بوده در کل دریا و آبانبارها پرورش یافتند. مردم طلباتش فقط زنده خر بود. ما یا تصمیم گرفتیم پیش رئیس ماموریت بزرگ رو که ما را اجازه بدیم که ما یک بسین خوردن باشه، همین با خلق ما زنده خوش شود. گوشت پرنده نیز قریب یک برابر ارزانتر از گوشت چاروا است. نان و دیگر محصولات غلگی در رسته‌های نانفروشی از سال‌های قبلی دیده زیادتر به نظر می‌رسد. در بزرگترین مجمع دیگری سودایی عنوانی جمعیت دارای مسئولیتش محدود بازار حاجی شریف که بی‌نظیرترین در آسیای میانه به حساب می‌رود، به محابات می‌توان از یک ساله ذخیره انواع استعمالی اهالی سخن گفت. از این بازار در برابر سودای چکنه ده‌ها تن دیگری محصولات طریق داد و گریفت به همسایه ناحیه‌ها و پایتخت مملکت کشانیده می شود. تشکیل سردخانه ها که یک چند عددند امروز در همه فصل ها تامین کننده سبزیجات تر و تازه و گوشت پرهیزی و تخم می باشد. واقعا طی چند سال اخیر تدبیرجویی حکومت جمهوری نتیجه خوب به بار آورد. در برابر محصولات کشاورزی که محصول رنج خوجگی‌های دهقانی اند، همچنین گوشت، تخم و ماهی نیز فراوان است و با قیمت نه آنقدر بلند پیشکش عموم گشته ایستاده است. منوچهر جمعه‌خان، محمد شریف تیمور، شهر باختر، جهان نما.